کتاب هملت اثر ویلیام شکسپیر. هملت نمایشنامه ویلیام شکسپیر درباره شاهزاده‌ای به اسم هملت است که پدرش ناگهانی می‌میرد. شاهزاده هملت پس از مواجهه با روح پدر برای انتقام از عموی غاصب دچار تردیدی فلج کننده می‌شود که پرسش از ماهیت عمل را به چالش می‌کشد. او با استفاده از تظاهر به جنون و تئاتر در پی اثبات قطعی خیانت است، اما تأخیر در اجرای عدالت دام مصیبت را گسترده‌تر می‌سازد. این تعلل سرنوشت معشوقش اوفلیا را به تباهی می‌کشاند و هر گونه امکان رستگاری فردی را از بین می‌برد. نمایشنامه نهایتاً به یک دوئل خونین تبدیل می شود که در آن خاندان سلطنتی به طور کامل نابود می گردد. این اثر تأملی عمیق بر تعارض میان وظیفه اخلاقی و پیچیدگی‌های ذهن انسان است. همه می میرند و این فاجعه با جمله پایالی هملت ختم می شود. باقی سکوت است.